ایالات متحده آمریکا میگوید از برخوردهای مسلحانه در کناره‌های پایتخت لیبیا شهر طرابلس نگران بوده دعوت میکند حمله به اصطلاح ارتش وحدت ملی که از طرف خلیفه حفتر رهبری می شود فوراً متوقف گردد. وزارت حفظ تندرستی لیبیا ابراز داشته است که روز 7 اپریل بر اثر برخوردها در کناره‌های جنوبی شهر طرابلس 11 نفر کشته و 23 کس دیگر زخمی شدند. نیروهای زیر رهبری حفتر که بر پایه اخبار رسیده تحت سرپرستی روسیه می باشند خبر می دهند که روز یکشنبه هواپیماهایشان کناره‌های جنوبی طرابلس را مورد آتش قرار دادند. نیروهای صادق به سروزیر لیبیا فایز سیراج که از جانب جامعه بین المللی اعتراف شدند گزارش می دهند که با هدف پاک نمودن شهرهای لیبیا از به اصطلاح تجاوزگران و نیروهای غیر شرعی عملیات نظامی راه اندازی کردند. در نتیجه تلاش‌های ما نیروهای تجاوزگر به عقب نشینی وادار شده ما 27 کوپروک را در غرب طرابلس زیر نظارت گرفتیم. فرودگاه رابعه واقع در جنوب طرابلس هم تحت تصرف ما قرار دارد. مقدار زیادی اسلحه و مهمات غنیمت گرفته شد. نیروهای صادق به حفتر با گروه‌های مسلح شهری شرقی تابروق که خود را مختار می‌شمارند متحد شدند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای حفتر پشتیبانی می‌کنند.